لطفا پس از سوار شدن از دروازه قطار فاصله بگیرید. واگن‌های ابتدا و انتهای قطار یعنی بابام اینقدر منو نکشته بود که تو کاشتی. چرا اینقدر زنگ میزنی؟ کشتی منو. چی کار داری؟ یه ساعت من منتظرم اینجا. موهاتو چرا رنگ کردی؟ سریع هم بذار این استا. ها دیدی یا لایکم نکردی پس. تو خودت واسه چی رنگ می‌کنی؟ 10 بار گفتم این فابریک روش بوده. حالا بگو به دنیا اومدم فابریک روش بوده. حالا اینا رو اومدی اینا رو بگی تازه. لاک این انگیزه چرا قایمش کن نبینم. کار فورد این بود. وسط این همه کار منو کشوندی بیرون چی میگی؟ قهر نکن حالا یه چیزی کن. نرو کارت دارم دیوونه. داره میره. آخه نمیخوام بدونم تو چی کارمی هستن. بابامی، شوهرمی، داداشمی کیه منی آخه تو؟ آره دیگه راست میگی من چی کارتم اصلا خوب شو یادم انداخت. خب برو به کارت. بیا اینجا بابا بیا اینجا واسه من نه جدی وقت نداری برو. به خودم خواستم برم. بیا اینجا. یعنی چی آخه؟ ببین کار من یه جوریه. من اصلا با 100 نفر سر کله میزنم. باید به خودم برسم. بعد به خودت برسی کار قد بود نگفتم آژانس به در تو نمیخوره. آره نه که کارم ریخته همه جا. باید به خودم برسم. یه بلیت دیگه میخوای بدی دست من؟ ببین قور بزنی از فردا اینطوری میرم سر کار ببینم خوشت میاد یا نه. بخشی تاریخ پروازتون کی باشه؟ بله بفرمایید. اینجا نیستین؟ اینجایین؟ خب اینجوری برم؟ مردمو نبینن. آره. دیوونه. حالا میگی چی کار داری من برگردم سر کارم؟ برگرد وسایلتو جمع کن بریم دیر شد بدو. کجا بریم؟ اصلا حواست نیست امروز چندمه؟ 26ام. مهر رو کن چند اکتبره؟ 18 اکتبر ها. چرا یادم رفته بود؟ بله دیگه همینه. اکتبری هم میکنی استاد اون اکتبره. یکی فرق باید بلدی. برو بقیه روز مرخصی بگم یعنی ثبت نام کنیم تموم شه. اوکی یعنی. مواظب باش. یابو. چته؟ ببین منو اینو ندیدی. با خودمون باشه من دلم میخواد بریم جایی که همه میتونن ببیننت. اتفاقا من باز دوست دارم بریم یه گوشه کسی کاری با کارمون نداشته باشه راحت زندگی کنیم با آرامش. تو بله تو بهتری که تو رو گفت زود خودتو میندازی وسط. تو بشین یه گوشه فقط نگاه کن. فکر کردی الکی همه نشستن منتظرن تو بیاد. قانون داره قواعد داره دوستان داره. قدت باید بلند باشه دیگه همینجوری که نمیشه. دلشون هم بخواد بله تو این مملکت آدمای مثل تو هستن ما جایی پیشرفت نداریم. خدای خیلی باحاله دیگه. فکرشو بکن. فکر کن با لباسای مختلف میون هواداراتی. کلی عکاس از همه طرف دارن ازت عکس میگیرن. یکی مراقب لباسته، بادیگاردات راهو برات باز میکنن. کلی آدم وایسادن فقط واسه اینکه یه امضا از تو بگیرن. یکی از اون طرف میگه عذر میخوام خانم میتونم باهاتون یه سلفی بگیرم؟ نه خیلی نمیشه من که هیز چش دریده. میفهمی زنم یا آخری گم شو اینا.
برو اینم بیشور. فارسی میخوای باشون حرف بزنی تو؟ خارجی یا نه؟ خارجی حرف میزنم مشکل ندارم. اتفاقمه اوی ابون ابی اتفاقمه ارستسون اتفاق فهمیدی؟ حالا انگار الان مشکلی نداره هر زبانی خواستی اوکیه. تو اول ببین اصلا رفتنی میشیم ما. رمز این چی بود؟ بدش من. تو چرا رمز تبلیغ رو عوض می‌کنی؟ بابا عوض نکردم که همین هفت خارجیه دیگه بیا باز شد. چته؟ چطور تو رمز گوشی من نمیدونی؟ تو هم عوض کن. ولی بهم بگو چیه. چه برو. یه بشینم این تبلیغ رو چک کنم اینجوری نمیشه. چک کن من چیز قایمکی ندارم. هر کاری دوست داری بکن. خودم تموم نشد گشنمه بوده دیگه. نه بابا. او کاش میگفتی من صبح لپتاپم میآوردم. اصلا با تبلت نمیشه. یه ساعت دارم میزنم ثبت نه ثبت نکن بابا میخوام ببینم قبلش اشتباه میزنی دوباره. چیو تو میخوای ببینی؟ الان تو مگه انگلیسی بلدی؟ آره نیدی؟ اسم و آدرسمو که میتونم بخونم. بیا امیرعلی وارد میگم امیرعلی. بله. اگه اسمت در اومد یه وقت منو قال نذاری تنها بری. دیوونه ای به خدا اینو نمیدونی تو. چرا؟ نمیفهمی فایده نداره. بگو دیگه. بیشوری. بیا ثبتش کن درسته. ببینیم امسال چی میشه. بدو گشنمه. چی گوش میدی تو همین؟ یه ببین چی تبلیغ پیدا کردم. چی پیدا کردی بیچاره شدم؟ بشین حالا. یه ساندویچ بخور اول. بذار کنار اینو گوش به اعصابت مسلط باش. اینو گوش بده. چی گوش بدیم؟ بده من. حدس میزنم. کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره. کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره. چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره. محاله مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره. بهش فکر نکن درست میشه. چی درست میشه؟ همه چی. این چی برات خریدم؟ من توی این چیزا چیه تو میخری؟ دوستان داری این قشنگه که بده پسش بدم. معلومه که دوست دارم. اگه قرار باشه تو هر روز اینجوری پولاتو خرج کنی چجوری میخوای بجا؟ چقدر قیمتشه مگه چینیه؟ نزن تو سر مالی کادو خریدی. دعا کن اسممون در بیاد تو لاتاری بریم آمریکا. قول میدم هیچی برات نگیرم. خوبه؟ امیرعلی من برم نویدو چی کارش کنم؟ فکرشو کردی؟ یه چیزی میگی ها. بچه هست مگه بزرگ شده. تازه از اونجا بهتر میتونیم ساپورتش کنیم. دادم تو نباید قصه همه رو بخوری که. همه چیه؟ خانواده منم. میدونم. میگم به خودت هم یه ذره فکر کن. تو بری حال همه خوب میشه. جدی به خدا. وا یعنی چی؟ یعنی مشکل منه؟ نه منظورم اینه که اونا دارن خودشون برای تو لوس هم میکنن. حالا یه چیزی گفتم گیر دادی ها. فردا مرخصی بگی بیام دنبالت بریم بیرون. نمیشه بابا 2 هفته نیست رفتم سر کارا. امروزم که نصف نیمه رفتم. ما میخوام به چینی بدم. حتما بگم. چینی چی؟ مجبور میکنی آدمو دست به جیب بشه. نمیخوام این کارو بکنم. گواهینامه‌ام رسید. جدی؟ بله. کی رسید؟ دیروز. چرا زورتالا نمیگی؟ خب موردش فرق میکنه. یه تریپ دیگه لازم داره. اونجوری نمیشه بگو که. دنبال بهونه میگردم. حالا به هر حال دیگه اینجوری است. پس بالاخره قبول شدی. چوری میگی یکی بشنوه فکر کنه 10 بار رد شدم. کلا 2 بار امتحان دادم قبول شدم. گواهینامه موتورم هم داره میاد درزن. تو حالا فعلا شینی اینو بده. شینی بدم نهار بهت میدم. چی فکر کردی؟ بله. با ماشین شیک و مجلسی میام دنباله. میریم سی تیر. نمیخواد ماشین قرض کنی. چرا؟ خودم میریم یه جوری دیگه. چه کاریه؟ آقا گواهینامه گرفتم ها. کیفش به اینه که ماشین زیر پات باشه در اختیار قانون بغل مستقیم تا سی تیر. از الان یاد بگیر. هر وقت آقاتون چیزی گفت میگی چشم. فقط چشم. چی میگی بگو؟ چشم.
رو یادم میاد. داش بیا دیگه دستشویی دارم. چرا زنگ میزنی؟ خب برو دستشویی. این چه وضعیه؟ این چیه؟ چه وضعیه؟ چی پوشیدی؟ باش محرم ها. موانه کار. نکن خراب میشه. اینجا رو ببین. دیوونه. کریستیانو رونالدو. مسخره نمیگه موسی یه چیزی بهت بگه؟ موسی کیه؟ موسی چی کاره است؟ بابا به من گیر نمیده. گنده نکنی تو رو خدا یارو رو. یه مربی جزء فوتبال نهایته. چش آقا. امری فرمایشی. ماشینتو چیکار کردی؟ نپیچونی باز بگی تعمیر گاز. من نوشین قول دادم ها. حیوان. باز تو دادم چیکار باش؟ داداش دمت گشت رو برم. تو بعید نه تو خوب دستی نمیری؟ نشه شروع ساسا داد نزن مؤدب باش دیگه گل خالی رو با تو هم این داد نزن ماشاءالله بگی آروم دست نزن دیگه آروم مگه نمیگم آروم مگه نمیگم صف بازی نکن خیلی خوب فوتبال دیگه پینگ ده پونگ بار میگم آروم تا صف بازی نکن پای بچه خراب شد بچه‌ها برید آقا برو بیرون و این اختقی یا پش همش پشتم موجی بازی کن شما این دو ساعت سود موسی بلش کن ای بابا نفر بلش برو بیرون ساسان توپو بده آقا برو سر بازی برای چی نگه داشتی؟ آقا برو سر پست ده برو تو دروازه بکار سلام بپر بیرون دمه دارم. چی؟ چرا؟ میام اونجا دنباله. اما برای چی بابا چقدر بهت گفتم از اون تندر برات. نوشین چی میگی برای خودت؟ کجا برم؟ سلام آرزو. چی شده باز گیر دادن؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا ما هر جا هستیم تو باید سر و کلت پیدا بشه؟ آخه زشت نیست تو هر جا ما میرم به زور میخوای خودتو بچپونی تو زندگی ما؟ زشته در نیومینم تو اصلا به یه آویزون گفتی بیا؟ گفتم شاید کمک چیزی لازم داشته باشیم بیام صحبت کنم. تو کمکم کنی؟ 100 نفر میخوان کمک تو کنن. بهترین کمک اینه که پای گند تو از زندگی ما بکشی بیرون. چش آقا الان میام اینو بگی میرم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ برای چی اومدی خب؟ تو برای چی اومدی؟ اگه من بهت نگفتم نیا. باز من اومدم توی کمک چه کمکی؟ این دفعه اولشه رفتارشو نمی‌بینی؟ چی داری میگی؟ الان اینو بنداز دستت گرفتی چیه این؟ نوشین حل شد آقا رضا کجا؟ صداش کردن رفت اونور. آقا رضا این کیه؟ میگم این کیه؟ دوست باباست. بابا رفیق این سنی داره؟ همکارشه چی میتونم تو همون واقعا دستا تو ماشین من جا نمیشه باید وانت بگیری چش رو نمیخواد چشم. ماشین بگی من ماشین دارم. تو ماشین داری؟ بله. مال خودته؟ بله برای خودم میگم. بله برای خودمه. من نمیخوام اینا رو کول کنم پیاده ببرم سوار ماشین تو نمیشم. فعلا اینو کمک کن بیار پایین مینا. ارزه داری؟ بلش کن برو. بیا بدش کن. سلام سلام بابا خوبی؟ چطوری؟ چه خبر؟ خبرها که پیش توه؟ چه خبری؟ ازدواج و خواستگاری محمود آقا بهتون گفت ها؟ مرد حسابی میخوای زن بگیری چرا به خودم نمیگی؟ بشینیم مرد و مردونه با هم دیگه حرف گفتم دیگه قبلا بهتون. بازم بگو نباید خسته شی که همینجوری که منم از نگفتم به تو خسته نمیشم. کم نظرتون عوض شد. نظرم که عوض نشده. من بین این همه پیغمبر صاف رفتی سراغ جرجیس. چشم اگه چشه؟
اون از پدرش که دستفروش روانیه و الان به این روز افتاده. بعدم دستفروش اون از برادرش که الان تو زندان و معلوم میشه آدم که نکشه پای باباش واسطه کم آورده. نزول کرده پول مردم کنه. همه نزول میکنن این روزا همه نزول میکنن. بانکاش هم دارن نزول میکنن. کسی که عرضه نداره بی خود میکنه از مردم پول میگیره. مادری هم که بالا سرشون نیست. منم مادر بالا سرم نیست. حالا که چی؟ اینم شد عیب و ایراد. من اینجا کم از مادر نبوده برات. انصاف هم خوب چیزیه بخواد. شما انصاف دارین؟ این ایرادایی که شما دین کدومش ربطی به خود نشین داره؟ به قرآن مردونگی نیست این وضعیت که توش گیر کردنش. دیگه خرج کن. نمیخواد زندگی خودتو تباه کنی. اینا راستکار ما نیستن امیرعلی. اگه خیلی مردی تو این مدت یه سری به کسب کارت میزدی. بابا اصلا من هیچی. میمدی خواهر برادرتو میدیدی. اینا بچه‌ن. دلشون کوچیکه. به خدا روزی 100 بار سراغتو میگیرن. راه دور کار دارم حالا میام. این دوری راه هم شده واسه ما دردسر. میخوام مغازه رو بفروشم. یه پولی هم میذارم روش. یه جایی واسط میگیرم. تهران پارسی جایی که نزدیک خودمون باشه. با هم دیگه یه کار کاسبی هم راه میندازیم که سودش بیشتر باشه. اینجا هم داره خوب میشه. اینجا تهش چیه؟ ها؟ میخوای به جای 5 تا نون شیر ما 10 تا نون شیر ما بفروشه دیگه ها؟ محمود آقا چی بنده خدا؟ میخوام به خود محمود بفروشم. بیچاره 20 ساله داره اینجا زحمت میکشه و عرق میریزه. میخواد رو پای خودش واسه. یعنی حرفاتونو زدیم پس. یه چیزی گفته. یه پولی هم جور کرده. منم بهش نه نگفتم. برای تو هم حقوق داره. مبارکش باشه. من برم کار دارم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل. چرا بابا یه ذره راجبش فکر کن کردن نداره بابا. میخوام یه ذره با زن و بچه. اینا چیه تو جیبت ریختی؟ بابا اینا رو میارن دم در خونات میچسبن. بابا ول کن. گوش بده به من. ببین سلام علیکم. خوبی؟ قبول بشه. حاج آقا محسنی اصرار داره به خدا. من که چیز ندارم که میگه موسی قابل اعتماد. نه بهش بگو تشکر کن. موسی گفت من دیگه پیر شدم. نه بابا سلام بهش برسون. راستی بهش بگو قرار پول بدیم ما این زمین چمن رو درست کنیم. پول که ندادی. لا یکی بفرستیم خط کشی رو برامون درست کن. باشه چشم. قربونه. خدافظ. آره عزیزم دست بده. خداحافظ آمد. بریم. بله. مطمئنی منم بیام. محبت میکنی. باشه. از سر راه باید این دست ما بهش باشه. قربونه به ما حرفمون می‌زدیم. من منتظرم. امیرعلی چقدر در میاری؟ کجا میخوای بری با دختر من زندگی کنی؟ خونه میگیرم. با کدوم پول؟ با پول بابا جونت؟ خودت چقدر پول داری؟ همون پول خودم دیگه جور میکنم. یه چیزی یعنی باشه که چی نداره دیگه. دختر منو میخواد ببره تو پراگ زندگی کنه. باباش هم یک قرون نمیذاره کف دسته. من 1000 بار نگفتم حالا روز الان منو نبینی؟ من بعد 20 سال اومدم خونه بابام دارم زندگی میکنم. 4 سال هیچی نگو گوش بده. پسر جان دختر من تو یوسف آباد بزرگ شده. مدرسه 2 زبانه رفته. من مجبور شدم بعد 20 سال بیام خونه بابامو در بزنم بیام زندگی کنم. من اینجا موقتم اینا رو رد کنم رفتم. 2 سال اینجا این شما ها رزه. هنوز هیچ چی نشده. کنترل سالن مای منو میندازه بی تربیت. بی ادب. نمیفهمه. چیزی نگه. الو مخلصم. آقا سامی نه رد کردید رفته. شما دوباره برگردید یه دور میدون. باشه خدا نگهدار. بابا چرا نیومده؟ اومد دیگه بازم بیاد حله بگم بیا. حله؟ این بچه میخواد درس بخونه. الان وقتی این حرفا نیست. شما چیشو گوشه این بچه منو میخواد باز کنی. برو وقتش الانم مهمون دارم. بفرم. نوشین منو دوست داره. خودش راضیه. غلط کرده. گو هم روش خورده که نوشین دوست داره. اجازه بدی؟ هرچی من میگم نوشین دوست داره. گفتم بهت من نیا. به خدا شرمنده. نمیدونم چرا اینجوری کرد به قرآن. آی اصلا داخل آدم نمیدونه ما. نمیدونم چه مرگش. با ورشکست شدی رفت 2 سال منتظر معجزه بشه آخه. بدبخت کرده همه رو. اون پسر بیچاره‌ش هم پاسوز این دیوونه شده دیگه. چاله اون بود حرف نیما رو باز. این دیگه کیه؟ نمیدونم. برای همین ترسیدی گفتی من میام؟ چرا نمیری پیش نیما؟ راه نمیدن که فقط خانم درجه 1 میتونم ببینمش. هماهنگ میکنم یا بریم.
سلام. خوبی؟ سلام. مرسی. از که اینجایی تو؟ نیم ساعتی هست. چی شده زوده؟ داره تنگ میشه. مردی که باز چی می‌خواستی شب اومد خونتون؟ بابا کار داشت. چیکار داشت؟ چرا همون دم در حرف نزدن؟ حرفاشون مفصل. بعد ببینم خودت نه بگی اینو مهم نیست اصلا. من الان ول کن اینو. کی بریم چی نگاه اینماتو بخوریم؟ از دهان میفته. شما میخوای ماشین بگیرم بریم. مگه موتور چشه؟ همین الان بریم دیگه. گرفتیم ما رو با موتور بریم سوار میشی تو؟ آره کجاست؟ بودو دیره. یعنی چی عجیب شدی توی که هیچ وقت موتور سوار نمی‌شدی؟ حالا میخوام سوار شم. عیبی داره؟ دیر نیست الان بابات با صداش در نیاد میخوام ببرم تهران 3 تیر دورم. موتورت میکشه تا اونجا. موتورم که تو بندرعباس هم میکشه. میای تو؟ آره میام. من از چی میترسونی؟ بشین بریم. کجا بندرعباس؟ آره به خدا میام. بشین بریم. چی میگی نوشین جان خوبی؟ چه شدی؟ ما فلکی ازم. باشه شوخی کردم جدی میشی و سوار شو بریم. من که خودم امروز باشه. بریم اصلا بندرعباس. یواش بری یا. چیه میترسی؟ چرا نمیخوای دوست نداریم؟ چرا؟ میخوای یه چیز دیگه بگیرم. نه خوبه. تعارف نکنی یا مهمون منی. ببین من شاید یه مدت نتونم ببینمت. چی؟ میگم من شاید یه مدت نتونم ببینمت. برای چی؟ باز چی شده؟ میخوام برم سفر. یه سفر کجا بری؟ یه نیما اسیرمون کرده همین علی. داره میپوسه تو زندون. خودت داری میبینی دیگه شرایطو. با این وضع درآمدی هم که من و بابا داریم تا ابدم کار کنیم همین آش و همین کاسه است. حالا اینا بگو میگم کجا میخوای بری؟ ها؟ میخوام هم دبی کار کنم. این دبی بری چیکار کنی مثلا؟ تو شرکت دوست بابا به عنوان مترجم. دوست بابات کیه؟ همین یارو که دیشب اومد خونتون؟ آره سامی. حالا شد سامی ها؟ اما اول دیدمش شک کردم. اصلا حرفا بچسب. چرا به حاشیه؟ ساکت شو دارم با حرف میزنم. حاشیه اصل بچسب. خودش هم میاد؟ خودش هم میاد یا نه؟ چی باید بیاد؟ چند وقت باید بریم؟ نمیدونم بستگی به حقوقش داره ولی به هر حال طول میکشه دیگه این مدت. گرین کارت و لاتاری چه ما همین برنامه داشتیم. میخوام برم با سامی. طول میکشه تا جوابش بیاد. تا اون موقع من برگشتم دیگه. چی داری میگی نوشین؟ پس من چی میخوای همه چی خراب کنی؟ همینجا بمون کار کن. شوخی میکنی ماما سامی خریکیه؟ الکی قاطی نکن واسه من. دوست باباس خودت هم چه دوستیه و پیدا شده 20 سالم از بابات کوچیک‌تره. بچه که نیستی. پول لازم داشتی به من میگفتی یه جوری ردیفش بکنیم برای برگردوندنش هم اذیت نشی. نه اینکه تصمیم آره من جور میکردم برای چی جور نکنم؟ از کجا جور میکردی؟ من پس انداز دارم موتورمو میفروشم. تو بیا به من بگو نه اینکه تصمیم تو بگیری به بگی من میخوام برم دبی. چقدر بدهیتونه؟ 300 میلیون. تو میتونی 300 میلیون جور کنی بدی؟ تو میتونی 300 میلیون جور کنی من نرم دبی؟ قراره چقدر کار کنی 300 میلیون جمع بشه؟ چند ماه میخوای کار کنی؟ اونجا حقوقشون به دلار درهم زود جمع میشه. این نوید چشه میگی داره از دست میره نگرانشم؟ چی باید باشه؟ 2 سال اومدیم اینجا هنوز گردش دوستی نداره. از مدرسهش متنفره. داره مریض میشه اینجا. تو میفهمی اینا رو؟ با ما هم همین تو ورد بزرگ شدیم دیگه. چمونه مگه این لوسبازی‌ها چیه؟ وقتی بهت میگم خودتو برای بقیه با آتیش نزن برای همین. تو مگه نگفتی من اگه از اینجا برم حال همه خوب میشه ها؟ مگه تو نگفتی؟ پس بذار راجع به این موضوع خودم تصمیم بگیرم.
سلام. چجوری اومدی اینجا؟ سرت چی شده؟ چیزی شده؟ نه بابا چیزی نشده. بشین. تو هوای خاک مادر چیزی شده؟ بابا به پیغمبر میگم چیزی نشده. بشین. جان داداش اتفاقی افتاده؟ نه بابا. نوشین حالش خوبه؟ همه خوبن. نگران نباش. نسرین هیچی نشده. نوید بابا. آره خوبم. چیه؟ نه چیزی نشده. اومدم فقط خودت رو ببینم. بهش من فکر کردم الان میام اینجا شیشه است با تلفن با حرف میزنم. جالبه. عجله نکن. ببخشید خیلی معطل شد. چی شد؟ دیدمش. خب نگفتم بهش نتونستم. من همه روز دارم تو نمیتونی. نتونستم روم نشد. خودش هزار تا بدبختی داره چی بهش بگم. باشه حواسم هست دیگه. همونجا حواسم هست. بگو نوشین بیاد. کیه بابا؟ یه برو تو میرم. بله فرمایش. با نوشین کار دارم. شما گو خوردی غلط هم کردی که با نوشین فوش میدی میخوام ببینمش فقط. کارش دارم. برو آقا من آبرو دارم. برو در خونم اون نسا. آقا رضا در باز کن کارش دارم. نوشین نیستم میگم برو گم شو. مگه با تو نیستم؟ احمد من که آبرو دارم تو برو گم شو. سلام امیرعلی، خوبی؟ منو ببخش که دارم بدون خداحافظی میرم. واقعا دلم نیومد ازت خداحافظی کنم. واسه چند باری خواستم که بهت بگم که دارم میرم ولی هر کاری کردم نتونستم. نشد. خواهش میکنم فکر بد نکن. ازم هم ناراحت نشو. خیلی طول نمیکشه زود برمیگردم و همه چیزو برات توضیح میدم. مطمئنم اگه حرفمو بشنوی بهم حق میدی. میدونم که منتظرم میمونی. مراقب خودت باش. خداحافظ.
چیکار می‌کنید آقا؟ موشین بیگی رو میشه صدا کنین؟ پرواز دبی موشین بیگی. آقا جلو پاتو نگاه کن آقا. ترسونی بنده خدا. چه خبرت آقا؟ موشین! آقا پرواز دبی کجا؟ نمیدونم عزیز. موشین! کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم باشه حاجی بذار من مشما بگم کمک 45 حالا هر چقدر شما بخواید لطف کنید همونه 45 سلام خوبی رضا باید با حرف بزنم آقا اینجا واقعا تو مریضی نمیفهمی من مشتری دارم سر کارم تو چی کاره هستنی من چرا تو حرف آدمیزا حالیت نمیشه آقا دست در لطف کن میگیرم چرا بابا ول کن بذار به کارم برسم یارو اصلا معلوم نیست کیه دختری به اعتبار کی فرستادی رفت بابا هر روز دنبال یه دختریه به تو چه تو چرا سیریش من میشی چرا نمیذاری من کارمو بکنم مگه طلبکاری هر روز میای سر کار من سبز بشی چه حرفی دارم من با تو آخه نمیتونم کاسه گدایی دستم بگیرم این ور اون ور برم که بابا ولم کن عجب آدم بیشوری هستی هر با آدم سالیت نمیشه داد بزن آقا رضا اون دماغت میکنم داد بزن شما چه شما ای دنبال هر تو کلت یکی بداری من ساسان رفت شو به تو رفتی نداری
سلام عرض خانم. ببخشید تو رو خدا من خیلی مزاحمتون شدم. چند بارم زنگ زدم نتونستم باهاتون صحبت کنم. شما خبری از نوشین داری؟ نوشین حالش خوبه، نگران نباش. داره زندگیشو میکنه. بچه جواب منو نمیده. ایمیل زدم، تلگرام زدم، دایرکت دادم، اصلا سین نکرده. شماره‌اش عوض شده. خب شما جدید شما بگین کارش دارم نگرانشم. من می‌خواست با در ارتباط باشه خودش جواب ایمیلتون میداد دیگه. یعنی چی؟ یعنی من کات کرده چرا خودش بهم نگفته؟ اگه مشکلی داره به من بگه. چرا میپرسی؟ تو رو خدا بهش بگی ما من تماسی بگیر، من خیلی نگرانشم. این سامی که نوشین رفته براش کار کنه اصلا آدم درستی نیست. یه چند روزی حواسم بهش بود، رفتم با آقا رضا بگم داد و بیداد دارن، اصلا ازش حرف بزنم. گفتم حالا میام به شما بگم. خب کاری از دستمون برمیاد. آره دیگه همین شما جدید شما بگین باشه. خراب شده است دیگه تو این اوضاع احوال نوشین خودش باید حواسش به خودش باشه دیگه. چه جوری آقا این دختر یه مشهد تنها رفته این حرفو میزنی؟ چی بگم بابا؟ ببخشید. تو خود پیغام منو بهش میرسونی؟ نسیم خانم. نسیم خانم. میشه بهش بگی به من یه زنگ بزنه؟ فرنوها رو چرا میخوای بفروشه؟ پخت دیروز مال امروز نیست. 2500 قابل شما هم ندارم. 500 تومان طلب شما. ممنونم. مرسی. چه استفاده کنیم؟ یا تنگکن دستگیره، میخوام خامه‌ای بزنیم. جمع بزنم الان؟ اشکال نداره. کسی به زنگ نزده؟ سلام. چی شده؟ بودو میبریم کار داره. به پدرت هم گفتم. بودو امیرعلی. دعوا کاپشن تو بردا نه بیبرین تو رو بهت میگم. خب بگو دیگه. بردا کاپشن تو بودو امیرعلی. زنگ میزنم. نمیدونم. چه مسخره بازیه آقا رضا بیا بیرون آقا رضا مگه تو مرد نیستی لامصب چه بازیه بیا بیرون مگه دختری بازی چست بی ناموس ولم کن بی غیرت ولم کن برای نمردی چه پدری هستی اینو نمردی دلت راحت شد دختری تو که به کشتن دادی حالا غیرت داری خودت هم بکش ولم کن خب باشم بزنم تو رو باید میشکنم ولم کن گریه کن آخه تو شرف داری منو ببین چقدر گفتم گوش داری برش کن ببینم چی میگم برش کن بگو حالا حرف بزن کجا میخوایی
نذاشتین حداقل جنازه‌ش رو ببینم. همون بهتر ندیدی. چیزی ازش نمونده بود. چجوری بود؟ داری تو دیشب چی میگفتی تو محل به بابام؟ که خفم کردی. قضیه چیه؟ هیچی بابا، عصبانی بودم یه چیزی گفتم. من زخم خوردم. مثل آدم با من حرف بزن بگو قضیه چیه؟ بابا چیکار کردی؟ چیکار کردی با نوشین؟ بابا چیکار کردی با خواهرم؟ حرف میزنی بابا چیکار کردی با نوشین؟ حرف این بچه رو بابا چیکار کردی؟ یعنی چی؟ بیا اینجا. بیا اینجا. صدا تو بیار پایین. بیا اینجا. باز دوباره تو گوشش چی خوندی تو چرا ولکن ما نیستی؟ چی از جلو من بابا هر چی میکشم از دست اونی که باید جواب پس بده شمایی. به خدا پامو از این در بیرون نمیذارم تا نفهم از سر خواهرم چی اومده. داد نزن بهت میگم من خیلی خوب، بگو چی شده. به والله خودش خواست. همینجا با هم دیگه حرف زدیم. من چند وقت پیش تو همین زمین داشتم با این لباسا ور میرفتم ببرم اینا رو بیرون بازار دست فروشی کنم. اومده و رب ببره نمیدونم کوفت و زهر ما دنبال یه چیزی میگشت. ما با هم حرف زدیم. سامی اونو تو آژانس دیده بود. آدرس منو گیر آورده بود. ما با هم حرف زدیم. تسلیت میگم نسرین جان. بیا برو من یه کاری میکنم دوباره سرپاشی دوباره بلند شی. به این فلاکت نرسی. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت دختر خوشم دبی یکی از این شرکت کار میکنه. چه شرکتی؟ شرکت مدلی. تیپ و ظاهرش خوبه. اونجا میتونه کار کنه درآمد من گفتی باشه دخترم بره اون بر مدلینگ بشه. داره کار دیگه کار بدی که نیست. همه میرن با میسن یه جایی 4 تا عکس میگیرن. منم اگه فیلمم میگه 4 تا مدل داشتم به این فلاکت نمیرسیدم اینا رو اینجا نگه دارم. فقط با تو صحبت کرد. نوشین گفت به من گفت. منم باش حرف زدم. اونم راضی شد. مجبورش کردی بابا. تو نوشینو مجبور کردی. به خدا مجبورش کردی بابا. به خدا مجبورش کردی بابا. قسم مجبورش نکردم. نبیدم و زیر کار کنم. مجبورش نکردم. خودش خواست. خودش دوست داشت. چی کار میکردم؟ گفت یه سال اونجا واسه تمام قرض و قوله‌های تو رو صاف میکنه. تو رو از زندان نجات میده. من نیتم خیر بود. بچه خودش رو کشته. چه میدونم؟ حتما بچم ترسید. پشیمون شد. سنی نداشت. به خدا بچم سنی نداشت. سامی دارین اینجا؟ منظور تو مهندس عقیلیه؟ سامی رو بگید بیاد اینجا. آقای محترم چه وضعشه؟ سامی رو بگید بیاد اینجا. سامی دارید اینجا؟ سامی دارید اینجا. سامی یکی دیگه است اینجا همه کاره. ما رو گرفتیم رو ول کردی؟ به قیافه اونجوری اصلا نمیذاره حرف بفرما. ماشین من کو؟ ماشین من کو؟ کی میاره؟ ما امیرعلی لش بده چی میاره داره؟ اصلا قرار میشه شکستم بالا بگیرد داخل.
پسر چی کار کردی؟ سلام چقدر التماس دستم به دامن قرآن اصلا گرفتار شد زبان الان رفتن اونجا کجاست این آقا اون سری ماشین من آقای کامرانی شرمنده کرده اگه بابا من هیچی ندارم دفتر منو با هم یعنی درست بزنن که بازی ادامه مرخصیشو لغو کنه بعد برگرد بزنن اون دو تای دیگه هم اگر جناب سلام بفرمایید ببخشید جناب سلام بفرمایید اون دو تای دیگه هم اگر بتونیم وزارت شاکیشو بگیریم آموزا من ماشینم چیکار کنم؟ پارکینگ درش میدونم من برم پارکینگ در بیارم خلافی داره خلافی من داره امیرعلی مثلا میتونم یه دقیقه جان داداش امیرعلی داداش من تو میمیرم پیداش میکنم قول میدم به روی نوشین پیداش میکنم هر بچه یادش میگه پشت من قایم میشد تو روح مادرت نزد خونش پامال شد خاک تو سر من که دستم بسته بود نزد نداشت مراقبت بکنم نزد خونش پامال شد امیرعلی روح مادرت بگیریم بخواب قندت بیاد بالا خوشو جمع کن خودتو نوشین گفته و میره دوبه بر مترجمی زبانش خوب بود گفت سامی براش کار جور کرده همین که رفتیم دفترش به هم ریختیم یه شب هم دیدی جور در خونه‌شون با شیرینی اومده بود خب دروغ گفت در مترجمی نرفته بود برای چی رفته؟ اینکه مدل بشه اونجا خب این که اون خدا بیامرز نخواسته همه چیو به تو بگیره چون اونم دروغ گفته دلیل نمیشه محل زندگی و کار بدبختو بریزی به هم به زور نبردنش که چه خودشو کشته چی میخوای بگی تو؟ سامی آدم درستی نبود ببینم مزاحمش شده اذیتش کرده میخواید دیوونه میشم کاش سیم جلو پا میزدم نره دارم آتیشی کنم خودت همون نره تا شاکی خصوصی در کار نباشه ما ورود نمی‌کنیم مگر اینکه شبکه یا مافیا پشت یکی داره کار غیرقانونی میکنه چطور ورود نمی‌کنیم بعد دیگه چیکار کنه جرمی اتفاق نیفتاده چطور جرمی اتفاق نیفتاده من اتفاقا دارم کاملا قانونی دختره با پاسپورت رفته رضایت پدرش هم داشته دیگه کتبی نوشته تو پروندهش خب اگه اینجوری باشه منم برم دختری مردمو گول بزنم قانونیه دیگه شما کاری نداری که می‌خواسته برای مدلینگ بره آره دیگه خب برای چی می‌خواسته بره ممکنه برای کار دیگه‌ای برده باشنش اصلا چه کاری تو یه دقیقه برو بیرون من دو کلمه راحت با موسی حرف بزنم بذار باشه حدس و گمان یه وقت عزیز من این جوونه میشنه تو تنهاییش هزار تا فکر میکنه هر جا میرسه حرف میزنه آبروی مملکت رو میبره بذار بشنوه پس بذار راحت بگم بگو دور از جنوب مرحومه یه عده‌ای از دخترها هستن که میدونن برای تن فروشی میرن اون برا اونا هیچ ولی یه عده دیگه رو فریب میدن بهشون وعده میدن مثلا میگن به عنوان مدل یا بازیگر تیزرهای تبلیغاتی انتخاب شدیم بعد پاشون که به اونجا رسید یواش یواش توجیهشون میکنن که قضیه فقط این نیست اگه بخوایم پیشرفت کنیم باید کارهای دیگه هم بکنیم نه اینکه اصلا مدل نخوانا نه ولی کار به جای دیگه میکشه سلام ببینم تو هم که حرف اینو داری میزنی که اینایی که داری میگی یعنی باند و مافیا دیگه آخه موسی جان سرشاخهای این باندا که اون ور آبن ما کاری نمیتونیم بکنیم 100 تا خلاف دیگه هم دارن واسطه هاشون البته تو همه کشورها هستن تو ایران هم یه عده دارن که براشون کار میکنن میدونم تو الان داری میگی یه عده دارن تو ایران براشون کار میکنن بعد راست میگردن همینجوری تو گوش کن من کاری به این حرفا ندارم من میخوام این مردی که چی بود اسمش میخوام اینو گیر بیارم بگو چیکار کنم از اولم گفتم شاکی خصوصی البته با این اتفاقایی که میگم افتاده
بعید میدونم حالا برگرده ایران. همین شاکی خصوصی. پس من تو چی کاره ایم؟ این میز برای چیه پس؟ تو میگی یعنی من چیکار بکنم موسی جان؟ ضابطه ای هست وایسا گوش. آقا من رفتم صحبت کردم. قرار شد که شما به عنوان ولی دم پدرمون خدا بیامرز خدا هم بود چی یه شکایتی تنظیم کنی، پرونده به جریان بیفته، شاید یه تحقیقاتی بشه. اینجوری باندشون هم لو میره. اینجوری امیرعلی تنهایی دستش بنده خدا جایی بند نیست. خدا رو شکر ایشون دستش جایی بند نیست، وگرنه هر روز با چند نفر می‌خواست درگیر بشه. آقا رضا شکایت کنی لااقل 4-5 تا دختر دیگه گیره اینا نمی‌افتن. کمه. نه موسی، من که خونه خراب شدم رفت بیام شکایت کنم که حیثیت خودم و دختر خدا بیامرزم. حیثیت چی؟ خجالت نمی‌کشی؟ من با تو حرف زدم. من با تو حرف زدم. ای بابا بیا اونجا چی بگم؟ حرفی برای گفتن نداره. حرفی نداری؟ دختر دستگار تو دادی جنازه‌اش تحویل گرفتی. حرفی نداری؟ دیگه باید چیکار می‌کرد غیرت تکونی بخوره؟ مردی تو مردی؟ چرا میگی بابا؟ آقا بدن من داغ دارون میدم. من برای چی آوردی؟ من چه گناهی کردم؟ بابا چی میگی تو؟ من که بخوام شکایت کن. نه صاحب کن ببینم شکایت کن ببینم. دختر خودم بوده دوست داشتم بفرستمت بره. به کی بگم؟ غیرت ببخشید. چیه؟ بیا برو. برای چی بوق میزنی؟ برو بابا. نفر موسا کجا میریم؟ این میشه یکی از دوستان. رو حرفش حرف. بله متاسفانه شما این چیزایی که میگین درسته هست. هست؟ بله. یعنی چی هست؟ همینقدر راحت میگی هست؟ با حرف بزن مرتضی. ببین آقا موسی شما یه ایرادی داری، اونم اینه که دیر اومدی زود میخوای بری. اصلا من نمیدونم برای چی از خونت زدی بیرون. چی شد؟ من توی خونه شما توی صحنه. بگو چه گلی کشتی؟ آقا درخت کرم افتاده هممونم میدونیم، بعد از ریشه زد قطعش کرد. آره بعد این کارو کرد. با تو میگم اصلا شاید بشه با کرمام کنار اومدن. دلخور نشون مرتضی. به والله خسته شدم از بس ماله کشیدم. این بچه‌ها رو میبینی؟ من شب و روزمو دارم با اینا میگذرونم. آقا موسی این خبر رو ببین عزیزم. دروغه باور نکن. عکس میفرسته برای مرتضی. موسی ببین اینو. میگم عزیزم تو این دست بودن دستکاریش کردن، اینو که دیگه دستکاری نکردم مرتضی. چی جوابشو بدم؟ بازم شکر خدا این بچه صدات زد باور کردی بیرونی خبره. آره باور کرد. ببینی حکایت شما چیه؟ حکایت اون مورچه هست که آب افتاد تو لونهش، در اومد گو آی هوار کل دنیا رو آب برد. نه برادر من اینجوری نیست. بعد 35 سال جوونی اومده در خونه تو رو زده که غیرتمو بردن. شما فکر میکنی آسمون یه تیکه افتاده زمین؟ اینجا خاطر دارم حرف میزنم. مگه سوال نپرسید؟ سوال پرسیدی بذار منم هر جواب تو بدم دیگه. شما که تو این ورداور وقت زیاد داری. این روزنامه‌های سیاه‌سفیدی که 30 سال داری میخونی هیچ کدومشون صفحه حوادث ندارند. خودت تورقی میکردی. شما کجا اومدی؟ کجا بودی تو الان؟ من خاک بر سر دلم خوش بود رفقام هستم. ببخشید الان دعوا سر چیه؟ ما یه مسئله‌ای داریم صحبت کنیم. دعوا سر اینه که ما یه زمانی سر یه مشت خاک جنگیدیم 8 سال. الان ناموزمون رو دارن میبرن انگار این خیالمون نیست. یعنی چی؟ چه حرفی داری میزنی؟ تو هنوز زبون تلخ موسی چه طرز صحبت کردی؟ حلوات کنم. ببین تو همه سال‌هایی که با هم کار کردیم هر وقت یه گندی بالا آوردیم همین خودتو گفتی آقا صداشو در نیاریم. بله من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم عاقل. آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این قضیه ایراد داره؟ قیافه نگیر حالا که میدون دادی رفته از این حرفا نزن مرتضی. اصلا مثل که حرف زدن با تو فایده نداره. شما اومدی شما گوش کن اومدی یه سوال پرسیدی که جرأت شنیدن جوابش رو نداری. آقا موسی نداری برادر من، نداری. دارم بهت میگم تموم شد. آقا بلند شو برو همون شهرتون. برو دنبال توپ بازی و فوتبال بازی و این داستانا. این آرتیست بازی‌ها واسه سن تو داداش من رفته بالا. تو هم برو چرت من کاری به دعوای شما ندارم. دنبال دردسر نیستم. فقط میخوام بدونم چه بلایی سر نوشین اومده. تکلیفم با خودم مشخص بشه. به قرآن دستم جایی بند نیست. شما اسمت چیه؟ امیرعلی. آقا امیرعلی ما بی غیرتیم. از ما نپرس، از ایشون بپرس. من همچین حرفی نزدم. کسی به دادت نمیرسه امیرعلی. خودت باید یه کاری بکنی.
چیکار کنم؟ باید بری دبی. برم دبی برم چیکار؟ اگه نمیخوای بدونی چی شده، اگه نمیخوای بدونی چه بلایی سر اون دختر بدبخت اومده، همینجا سامیو پیدا میکنم. فکر میتونه در بره از من؟ اون حیوان بر نمیگرده. ندیدی مسئول چی گفت؟ من با این گندی که بالا آمده بر نمیگرده. من تا حالا خارج نرفتم، کسی رو نمیشناسم اونجا. اگه بخوای کمکت میکنم. خواهر نوشینه. جواب بده. اینو وسیله نوشینه. خونه بابا اینا افتاده بود، گفتم شاید به دردت بخوره. آره حتما به درد لپتاپ و سی دی و هر چی که بود. فکر نمی‌کردم لپتاپش نبرده باشه. عکسای سجتو فرستادم نوشین جون. داری اسار میشی یا 4 روزی که ما رو هم تحویل نمیگیری. راست یه خبر خوبم برات دارم. دختر خرشاست، یکی از این بچه پولداره یه عربست خوشش اومده. پریدی دیگه تموم شد. اسم چلاله، پسر شیخ حمده. باباش از این کله گنده هاسا. خودش هم کار الماسه. عکسشو برات میفرستم ببین. پیشنهاد ازدواج داده به مبارکت باشه. شیرینی ما یادت نره میشه خوشگله. دمت گرم واقعا که انقدر هوای منو داری. مرسی. ولی ببین واقعیتش من الان اصلا قصد ازدواج ندارم. راستش میخوام برگردم ایران. ولی حالا باز اگه نظرم عوض شد بهت میگم دیگه. واسم مرسی. زود تصمیم نگیر بابا، بذار به زنگ میزنم. یقی نکن نوشین. کی وقت داری حرف بزنی؟ میام اصلا هتل پیشه. آمدی سلام. چاکرم. خسته نباشی. مخلصم. چی شد؟ اون سو فکرامو کردم میخوام برم دبی. مطمئنی؟ بله. الان میام. امیرعلی 10 روز دیگه تست دیگه یکه. چند نفرم بازی تو دوست داشتم. مطمئنی میخوای بیا؟ باید برم، نمیتونم اینجا بمونم. پاسپورت هم که نداری؟ نه. جورش میکنم. باریکلا خوش آمد. همسفر خوبی هم هستی حالا یا نه؟ همسفر برای چی؟ که نمیشه بری. میتونی؟ تلگرام
نوشین یه دختره پیدا کردم اسمش مرجانه، ایرانی نیست، تاجیکه. از عکس و فیلم و مسیجاشو معلومه خیلی با هم صمیمی بودن. خب خوبه که با همین دیگه الان بهش زنگ زدم تا گفتم نامزد نوشینم قطع کرد، دیگه هم جواب نداد. خب در عوض دو تا سر نکنیم، یکی اون مردی که یکی هم این دختره. بریم. آقا موسی چرا کمکم داری میکنی؟ خب خودت کمک خواستی. من کمک خواستم؟ نخواستی. کمک نمیخوای. اینجوری دیگه خانم بچه‌هات راضی میشن؟ بابا اون عادت روشن کن بریم. امیرعلی نوشین مرد تموم شد. چرا نمیخوای بفهمی؟ تو اصلا بلدی بری دبی اسکول؟ تنها نمیرم بابا موسی میرم. با موسی میرم. چه امامزاده ای؟ چرا نمیفهمی؟ میگم یارو موجی عقل تو این کلش نیست. آروم. چته؟ حرف نمیفهمی. افسون تو میخوای بدی دست این؟ خودم به سرم زد. چیکار داری به اون بیچاره؟ به قرآن همینجا بمون تا آخرش پایت هم میریم دمن این بچه سوسولا رو سرویس میکنیم. فایده نداره بهش فکر کردم. خودم برم. امیرعلی اونجا تهران نیستا. بگیرن زنگ بزنی بابای قلی و نقی و اینا بیان درت بیارن. 20 سالی ها نگرت میدارن. اینم بفروشیم پولش هم بردار. من چی دارم میگم تو چی داری میگی؟ کی تو پول خواست؟ بحث تو نیست لازمش ندارم دیگه. بگی تعارف نکن دیگه. اولاق یه هفته دیگه تست لیگ یکه. وایس شد یه گویی شدیم. آره در تماسی من برم. کاری نداری؟ مخلصم. ساسانو کفن کردن دوباره خربازی در نیاری امیرعلی. نه واسه هست. خداحافظ. تعارف نکنیم بفروش. حیوان باشی مشتری خبر بده. خوش برو سلام. فرهام بیا اینجا. سلام. چطوری؟ الو بابا این زحمه بابا نیست؟ نه رفته پایین الان میادش. نه بعد این قرمز؟ یه چیزی هم بخوری. مرسی. بیا صرف کن. خیلی دیر اومدی همین آقا. من با سلام بابا. ریستش کردم. سلام. سلام امیرعلی. اینم اشتباه دادم. من زنگ زدم گفتم 2.5 دقیقه. اشتباه دادی بابا چرا بل نمی‌کنی منو همون یا اینو سفتش کن خودت بلدی. سفت کن محکم تا من بیام پیش. خب من وقتش نیست. بابا من باید برم. کجا امیرعلی؟ برم دیگه دلم تنگ شده. کجا باید عجله میموندی شامی چیزی با هم دیگه میخوردیم بابا. خداحافظ من اینجا. واستا امیرعلی بیا خانم. نه مرسی. امیرعلی واستا. اون میگه میخوایم چیزی بزنیم بریم پایین. نه کاری ندارم اومدم خودتون رو ببینم. خوبی؟ آره. همیشه میزونه؟ آره خوبه. چیزی که نشده؟ نه. پولی چیزی نمیخوای؟ نه مرسی. کلید مغازه رو چرا دادی من؟ چند روزی شاید نتونم برم دادم دستش بمونه دیگه. کجا میخوای بریم؟ میخوای دوتایی با هم بریم سفر؟ یه سفر مجردی؟ دو نفری؟ نه کار دارم مرسی. باری کلا بیا پر ما قربونت برم. روز تجهیز جنازه نوشین من اومدم قبرستون دیدم حالت زیاد میزون نیست دیگه نزدیکت نشدم. مرسی من برم. امیرعلی مراقب باش بابا واسه هم نری تو بابا
یالا فی مان الله خوش یالا با دیوونه اون کردن اینا بخدا میگم عربی اینا با مال ما فرق میکنه. آقا جون فرق میکنه، همه چیشون با ما فرق میکنه، تنها که زبونشون نی. خب پس اومدی موندگار شدی دیگه؟ آره خدا رو شکر. آره اومدم کنار کاکام دستنها بود دیگه موندگار شدم دیگه. زن بچه رو میآورد. بابا بهشون گفتم خودشون نمیخوان، میگن دوست نداریم دیگه. داداشت چطوره؟ کاسبی خوبه؟ خوبه الحمدلله خدا رو شکر. سرمایه مال اونا، ما اومدم کنار دستش یه بوتیک زده بود خوب بود ولی دردسر داشت میدونید. الان یه سالی هست رنت کار زده میده دیگه، این ماشینا رو میده به این توریستا. مشتری ایرانی هم خیلی داریم. چه خبر از ایورا موسا؟ ها؟ چیه؟ چی شدی؟ یه باره زنگ زدی؟ به من نمیاد تفریح کنم؟ چرا بهت میاد؟ یه حرفا چه؟ چرا نیاد؟ گفتم بیام ببینمت. امیرعلی هم یه کاری داشت شاید بتونی کمکش کنی. 100%. جونم چیه؟ اسم موضوع چی بود؟ اینفینیتی. مارپیچو میگه، اسم دیگه هم کیانه. میبرمتون، میاد خیلی معروفه، میبرمتون. ها نگاه کن این برج خلیفه است، نگاه کن بزرگترین برج تو دنیاست. 800 متر ارتفاع شد. خودتون هم رفتین تو؟ ما برام بریم چی تو؟ Initiate work to get rid of this program. Diversity and diversity lottery. چی لاتاری چی میگی؟ چی بابا این خوب کسش میگه لاتاری لغو شد. تموم. خلاص. کلا تموم؟ لا. بهتر. میگم نه این روزنامه رو چند خریدی؟ 2 درهم. میشه چقدر یعنی؟ میشه 2000 خورده. همش هم رنگیه. من 500 میخرم رنگی هم شده. 500؟ نه این. میگم این کلوپ همه چی توش پیدا میشه؟ تا منظور از همه چی توش پیدا میشه چی باشه؟ ببین خانم‌های بدکاره اینا هستن مثلا اونجا میرن. تغییر پیدا کردی موسی ها. ولی خوب بدم نی خوبه. خجالت بکش. خجالت بکش. من پاهام باد کرده تو هواپیما یکم قدم بزنم. میخوای باهاتون بیام؟ میگم خیابون رقصا مواظب باش کلاه سرت نذارم. این مه چیه گرفته تو هوا؟ چی؟ مه؟ آره. این شنه بابا خاکه مه چیه؟ شه؟ ولی به این برجا رو نخور، اینجا شنزاره بیابونه اینا هم شنن بابا. تو اخبار بهش میگن ریزگر، تو خوزستان خودمونم پره. اینم مارینا جای با کلاسی. کدوم؟ آره اینجا. اون خونه دوستتون اونجاست. هستش دیگه ها؟ بوده. یعنی چی بوده؟ یعنی الان نیست؟ الان برو بهت میگم. باشه من که میرم ترسی ندارم. ولی قشنگ معلومه یه دردسری دنبالت موسی. بذار یه چیزی بهت بگم. اینجا سر تا سر دوربین موسی. از زمانی که میای توی دبی زیر نظر دارنه تا زمانی که میری بیرون. بابا اینو دارم برای خودت میگم که فردا اگه خواستی کاری انجام بدی کار نصف نیمه باقی نمونه. کدوم کار بابا؟ گفتم که اومدم تفریح پیشت. صحیح اومدم تفریح پیشت. ببندی کمربندتو بابا. حواسم هست. بابا ببندی کمربندتو خب. پلیس و جریمه‌مون میکنه. اگه خودت زشتی تو پیدا کرد. بیا. اینم کیان. کدوم؟ اینا این برج چیه؟ دیدم. بنده خدایی یه خانمی کلفت ایرانی از این بالا افتاد چند وقت پیش با این موتور. خودکشی کرد یعنی؟ نه بابا داشته این پنجره و شیشه ها رو پاک میکرد افتاده من. چند وقت پیش؟ حدوداً 1 ماه. دقیقاً 44 روز پیش. حالا تو مطمئنی کلفت بوده؟ والای تو گفتم چه میدونم. نعیم جونم. تو هلال بن حمد میشناسی؟ هلال؟ پسر حمد معروف؟ آره. یا سید عباس. چی شد؟ آقا این قضیهش خیلی مفصله. این برجا هر طبقهش مال یه خرپولیه.
طبقه 17 میشه آپارتمانه. محل پسر شیخ حمد، اسمش هلال، آدم بسیار کثیفیه. پدرش هم نه تو حکومته که صافتکاریشو پاک میکنه. این بنده خدایی که تو داری میگی از اونجا افتاده پایین. حالا اخبار البته اینجوری به ما نگفتن ها. ببخشید ما نمیدونستم فامیلتونه. اینجا چیکار می‌کرد؟ میگم نه این مرتی که هلال الان اینجا زندگی میکنه، یعنی میتونیم الان گیرش بیاریم؟ بابا اینا یکی چند تا خونه و آپارتمان دارن، هر کدوم از این خرپولا. حالا یکی برای خانواده‌شون، الباقیش برای کثافت کاریشون. کثافت نه. این هلال پوفیوز ربطی به مدلینگ و اینا هم داشته؟ مدلینگ رو نمیدونم، ولی خب تو کار جواهر و الماسه، از ساخت گرفته تا خرید و فروش و تبلیغاتش. مطمئنی خودکشی بوده؟ چطور؟ یه چی همینجوری حدس میزنم، میگم شاید دروغت گفته باشن. ما که گفتم خودکشی کرده، ولی تو تلویزیون گفتم پرت شده. اینا یه روده راست و شکمشون نی، باور میکنی؟ Excuse me? Hello? Where's the nearest? No. Go. این زهر ماره که بابا. قهوه‌سا، این همه شکر ریختی توش. اینم که باز رفت. میگم چرا با مردم اینطوری حرف میزنی؟ بابا. اصلا فهمیدی چی ازت پرسیدن؟ مطمئنی همین هتله؟ آره دیگه همینه. این هتل پلاس نیست. چرا؟ پلاس؟ یه هتل پلاس همینه. چرا؟ ردشو جای دیگه ای نزدیم؟ نه همینجا باید پیداش کنیم. میگم نه این چرا بالای سر این دختره یکی میارن اینجا میاد. بابا دست رو دلمون نزن. یه مراسمی هست به نام حفله. اینا دخترها رو از این ور جمع میکنن میارن، این شیخای اماراتی بالای مجلس نشستن، اینا میان از جلوشون رد میشن، اشوه میان، ناز میکنن، باهاشون حرف میزنن. حالا بعد از تمام شدن این کارها هر کدوم از این شیخا یکی دو تا از این دخترها رو انتخاب میکنن. حالا ما نمیدونم این چیز شرعیش چیه، ولی عین قرعه کشیه. بدبخت او دخترایین که انتخاب نمیشن، اونا باید بیان تو همین هتل‌ها و کلاب‌ها و اینا کاسبی کنن. هر طوری دلشون بخوان میخرنشون، خوراکشون هم این دخترای باکرن. خیلی خوب بس دیگه. این عادت زشت تو مثل گذشته داری ها. خب بذار وقتی سوال میکنی جوابت بدم، تحمل کن دیگه. آدم حفله نیست، از جای دیگه هم انتخاب میکنن. بیشرفا ظاهرشون تبلیغات الماس، داخلش یه چیز دیگه است. این که بیشتر از ما همه اینا رو میشناسه. نگفتی بالاخره کجا برگزار میشه؟ همین میدونم کجا، بعضی جاهاشو بلدم، همین کتواکا هست، همین جایی که ایتور روش راه میره. بقید دیگه بابا، کشتیمون سکر ما تو همه. تا کی ما باید اینجا باشیم؟ انقدر واسیم تا پیداش بشه دیگه. بخوایم اینجا پلاس هم بمونیم عزیز من، این شورته ها بابا بو میبرن، شک میبرن، حساس میشن. شیفتیش میکنیم، نگران نباشین. اینجوری هم شورته ها حساس نمیشن، هم که میرسیم بقیه بخوابیم. شما برین شیفت اولو من وای. نه من وامیستم. نه من خوابم نمیبره. منم خوابم نمیبره. شما برین. امیرعلی دیدیش تماس بگیر با نعیم، کاری نکنی یا تنهایی باشه. سلام. علیکم السلام. نخوابیدی؟ نه خوابم نبود. خوبی؟ الحمدلله. یا صبحونه. دست درد کن. سرت درد. چه خبر؟ هیچی، چه خبر؟ تا حالا اونجا بود. بیام کمک؟ نه بابا چند روزه این لاکردار منتظریم، شب تا صبح، صبح تا شب. حالا دلشو خواست نیومد ها؟ چه کار باید بکنیم؟ بابا پدرمون در اومد. شما اگه خسته شدی ولش کن، منم قاموسا وامیستیم. نه بی تعارف میگم.
به خاطر خودت میگم از صورت افتادی. چاره چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ یه مرجان یه سامی دیگه. مرجان که تلفنشو جواب نمیده، مسیجاش هم سین نکرده. شما اگه فکر دیگه ای داری به من بگو، من همون کارو میکنم. نوکرتم هستم. چی بگم؟ قهوه میخوری؟ آره. ببخشید تو رو خدا. نه بابا شما ببخشید. طبقه 4 واحد 8. ایوه خدا رو باز پیداش کردیم. خیالم راحت شد. دمتون گرم. میگم نهیم همه جا پر دوربین شهر نشه برام. پس ببین چی ماشین عوض کردم. همین که ای بابا اما موسی بهش نگفتیم کیا؟ بهش بگو چون ما بهش بگو چه خیلی خوب میگم بریم. این فوتبالیستای خوب اینجا حال میکنن ها. خونه، ماشین، همه چی بهشون میدن. با آرامش زندگی میکنن. بابا بعدشون توپ. ولی خب فوتبالیست اینجا آینده نداره، همه چی که پول نیست. بابا این لاکردارا دنیا رو با پول خریدن، هر غلطی دلشون بخواد میکنن عزیز من. تو فوتبال هستن، تو سینما هستن، موزه لوور رو برای خودشون خریدن. دمت گرم که دنبال نامزادت اومدیم. ناموس تو ناموس ماست، تا آخرش باهات هستن. ولی خب اینا همه آدما رو میخرن. اوه خوردن. تخمه بشکن. تو تا حالا دیدی من تخمه بشکنم؟ نمیشکنی؟ اومد. برام؟ صبر عجل نکن. روشن کن، آماده باش. ببین راه افتادیم دنبالش یه ذره فاصله نگردار نچسب. باشه. بریم. دختر مرجانه. مطمئنی؟ کنار شیشه نشسته. مرجان کیه؟ برنگرد. تل مرجان کیه؟ حالا میگم بهت صبر کن. رفت امیر رفت. برو.
من امیرعلی هم نامزد نوشین. ای من آب از سرم گذشته. تهران تا اینجا نیومدم همینجوری برم. 4 تا سوال دارم ازت میپرسم میرم. برو بگه نزن میزنم. زنگ میزنم پلیس. من اتفاقا دنبال پلیسم. دست خالی هم بر نمیگردم. با خودته. چی میخوای از جانم؟ گوشی رو بدبخت کردی بس نیست. میخوای منم بدبخت کنی؟ من بدبختش کردم؟ آره. تو بدبختش کردی. اگه به تو فکر نمیکرد الان زنده بود. با هلال درگیر نمیشد. با سامی بدقلقی نمیکرد. میشین تو آپارتمان هلال چیکار میکرد؟ باش درگیر شد؟ برو لطفاً تنهاییم بگذار. اگه آدمای هلال مرا ببینن برایم بد میشه. اگه نمیتونی اینجا حرف بزنی یه جا قرار بذار ببینن. فقط چند تا سوال درباره واسه دیگه میگم بده. بریم. چی شد؟ چی باش قرار گذاشتی؟ همین قرار میذاشتی باهاش؟ چیکار کنم؟ ترسوندیش؟ تهدیدش کردی یا نه؟ نه برای چی نمیاد که امیرعلی. برای چی باید بیاد؟ کجا؟ میگم برو میگم بهش قرار گذاشتم. باید میترسونیش، باید تهدیدش میکردی. از کدوم من رفت؟ توقعوا أن تفعلها إيطاليا كعادتها وتتخطى الصعاب وتصل إلى كأس العالم، ولكن الواقع كان مختلفا. فهل ستكون هذه النسخة من المونديال مختلفة بسبب غياب إيطاليا؟ هل سيقلل خروج منتخب إيطاليا من بزن شبکه تو 22 ببینیم بابا این چیه؟ اخبار دیگه اخبار به خوبی نداری ایران نه؟ چرا؟ خوشت نمیاد؟ دوست نداری؟ چرا؟ دوستا میخورم. براش تعریف کن بابا تو جبه چه قلی ماهی برات درست کردم. تعریف کن براش بخوره. آب نداشتیم بخوریم تو قلی ماهی درست کردی برامون. بابا تو چرا ضد حال میزنی به من هر دقیقه؟ چرا کردم اینقدر سرو ریختم رو به این جشنم همش خوابه چربش کردم؟ خب بخند یکم گیر گرفتی صورت فگور الثاني من مرض السكري استخدمت فيها وزارة الصحة مشكلة چیه؟ مشکلت اینجا مرجان اینو ردیف نکنی نه من نه تو گفته باشم ببین هلال نوشین رو روی سجید گل گرفته وقتی هم فهمید نوشین دست نخورده است که دیگه داشت زمین رو گاز می‌کرد 30,000 درهم نه ببین تو باهاش خیلی رفیق میشی و ادا تنگا رو در نیاره ازدواجیه یعنی چی؟ اینم ازدواج دیگه ازدواج مگه شاخ و دم داره ها؟ خودت یادته اولین بار اومده بودی میگفتی من در دانشگاه هر شنبه شاگردم نما نبودم نمیتانم چی شد؟ راضی میشه دیگه ببینم چه کار میکنی ها جایزت هم محفوظه قرار منیجر تاجیکستان باشی پله هم حسابی خودی نشون بده دیگه لم داره لمشو پیدا بکن شده خدا سرشو میبرم میذارم توی یخچال خونش کثافت از زاده رو چی شده؟ وایسا قرار شد تا نگفتم کاری نکنیم روشن باشه تا برگردیم باشه مواظب باشه این بلیطاتون فردا ساعت 4 جفتتون میرین تهران. ساعت 4 فهمیدین؟ چه تکوکان مرتضی بعد این همه مدت همدیگه رو دیدیم عین خروس جنگی شما دوتا افتادین به جون همدیگه. تو دیوونه ای نمیفهمی. هنوزم عقلتو میدی دست این نمیفهمه. کی گفت برای ما بلیط بگیرین؟ شما چی کاره ای اصلا اینجا؟ من هیچی نمیگم دنبال ما رو افتادین اومدید. من هر کاری دوست داشته باشم میکنم. اینجا ایران نیست خودتون دخالت بدین تو همه چی. ساکت شو. میخوام احترام نگه دارم. امیرعلی پسرم بابا من شما رو درک میکنم میدونم تو چه وضعیتی هستین شما یه سری سوال داشتین دنبال جواباش میگشتین الان جواباشو پیدا کردی فهمیدی اون سامی بیشرف چی کار میکرده اینجا اون خدا بیامرز چی به سرش اومده چی شده الان برمیگردی میری تهران هر تصفیه حسابی هر کاری هست اونجا انجام میدی اینجا هیچ کاری انجام نمیدی خودت هم میدونی اون مردی که بر نمیگردی داری بچه گول میزنی
میبینی تو شاهد باش. برای چی داری این بچه رو تحریک میکنی؟ برای چی تو داری تحریکش میکنی الان؟ نمیفهمه آقا امنیت ملی و روابط دو جانبه بخور تو سر من. آقا چرا پای بچه رو میکشی وسط؟ بگو نگرانینام. الکی پای بچه رو وسط نکش. بله تو که میدونی برای چی میگی پس؟ تو تعمد داری. تو تعمد بازی برای من در نیار. داری چرتکه میندازی. همه میدونن، همه بچه‌هامون هم میدونن. دقت نکن چرتکه اعصابم خورد نکنم. بابا این یارو یه لا اله الا الله یه هرزه خورده پای به مزی که تعقیب توقی بخوره میشه رهبر فقید اپوزیسیون. اینو بعد تو موسی هم بگم اینو یه بار کنار من باش. چرا همش رو به رو الان کجا؟ الان برای چی اینجا؟ برای چی بلند شدم اونجا پدر صاحب خودمو دارم در میارم؟ شما فکر کردین همه گناه اینا چه میدونم دزدیدن 4 تا دختر قاچاق دختراست یا 4 تا حفله‌ای که میگیرن؟ نه برادر من اینا همش پوششه. اینا دارن پولشویی میکنن. پولشویی یعنی قاچاق، مواد مخدر، اسلحه، تروریست، داعش. اینا چرا اون نداره عزیز دلم همینه. من دارم اون جنایت‌ها اینا کار میکنم. شما گیر دادی به 4 تا دختر بادیشون. آقا به والله محترم وسط همین تفریحاتش این که برای شما سطح ماجراست همه زندگی من رفت. من یکی شما رو خوب شناختم. همیشه کارهای مهمتری داشتید. مملکت خودتون رو ول کردین اومدین دنیا رو نجات بدین. و دنیای من نوشین بود که خراب شد. تو ماشین بریم. دور دنبال این. خودم میدونم. چیه؟ بگو بره دیگه. تو خونه منو بگم بره. آقا این کیفمون فردا میریم. میخوای بشینی تا فردا اینجا؟ پاست با کیف پولتو بده. فردا چه شکلی بریم فرودگاه؟ نه این میبردت. این کارتاتو برای چی بلند کردی با خود رو انداختی؟ ها؟ ما اینجا کم بدبختی داریم، کم دشمن داریم. این چیه؟ با این ریشت. خواهی سیبیلا من بزنم. زهر ما. موسا خیلی حالت رو که موسا اون بالای 200 سال سنت این کارا یعنی چی؟ نداشتی کمین گذاشتی اونجا و شاقاتش تو جیبت بلند شدی اونجا عملیات بون مرزی یعنی چی؟ نکن ما قربونت برم بابا به قرآن داریم برای سکته میدیم خودش برداشت میخواد ببره خیره کجا میگم؟ ای بابا پیاده روی که میتونم بکنم که. آره چرا نمیتونم؟ امنیت ملی که به مشکل نمیخوره. نه حالا کجا میخوای بری پیاده روی؟ ولم کن تو رو پیغمبر تو یکی بده. مرتضی نمیزنه میشناسمش که دارم میگم. الانم با خودش اومدم نهاش. یعنی چی؟ یعنی همینجوری دست خالی برگردیم هیچی به هیچی؟ امیرعلی دست خالی هم چرا دیگه چی کار کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. فهمیدی چی رو فهمیدیم آقا موسی؟ چی رو فهمیدیم؟ من احترام اینو فقط به خاطر شما نگه داشتم. میبینه تو خونه حالم بده کیکر خنده رو انداخته. گوش کن. بفهم. مهم نیست نوشینو به زور بردن خونه هلال بی‌شرف یا اینکه گولش زدن. مهم اینه که با پای خودش نرفته. حتی مهم نیست خودشو کشته یا اونا کشتنش. مهم اینه که تن نداده. همینو می‌خواستی بفهمی دیگه. نه من نمیتونم آقا موسی. نمیتونم.
به پیغمبر نمیتونم سامیو ول کنم. اگه شما میخوای برگردی برگرد، به والله اگه ناراحت بشم تا همینجاشم مردونگی کردی. من اینجا کار دارم، بر نمیگردم. مطمئنی؟ باریکلا. معلومه که بر نمیگردی. نمیفهم چی میگی. منو بازی میدی. خب این رفیقت مرتضی چی؟ ولش کن، اون داره وظیفه‌شو انجام میده، ما هم کار خودمون انجام میدیم. این چی؟ یعنی امیرعلی فردا یه کاری میکنیم که صداش مثل بوم تو این شهر خراب شده بپیچه. هنوزم نمیفهم چرا داری این کارا رو برام میکنی. برای اینکه احساس گناه میکنم. یه عمر حواسم به حلال هر روز زندگی بود. وقتی دستم تو کار بود نذاشتم 1 ریال از بیت المال این بر اون بر بشه. از دوستان بپرسی همه میدونن موسی در طول خدمتش با خودکار دولتی امضای شخصی نزدن میرن. مهم اینه که الان احساس گناه غافل بودم، حواسم به دور و برم نبود. الانم میخوام کفاره گناه رو بدم. ولی امیرعلی قرار نبود اینجوری بشه. به امام 8 قرار اینجوری. بریم، فردا خیلی کار داریم. بیاین دیگه. خوردم صبونه را. کچلوار دامادید مبارک. چه پیرن سفید قشنگی داری. خبر بابا صبح به زود، یعنی زوده، او وقت زیاد داریم. بعدا میپوشید. نمیشونیم. موسا ساکت! آخه ببین تو به مرتضی قول دادی موسا. موسا به مرتضی قول دادی. مرتضی میدی؟ آمار منو به مرتضی میدی؟ خب بدبخت میخواستم سرت نره بیچاره میکشتنت. اونا نکشتنت مرتضی میکشتنت بدبخت. مرتضی میکشتنت بدبخت. داری برای بچه بسوزه. بابا برداری رو منو بلکن. من که میدونم اونقدر مردی که 2-3 ساعت برام وقت میخری. هنوز با منی؟ باشه بلند کن. خودت میدونی که تا آخرش پات. برو مرتضی با من. بریم. تو آماده ای؟ آره. مطمئن نمیخوای مرور کنی؟ نه اوکی.
میکشمت بری پیشون دختر بدیار عباسی بمیری میکشمت. من تو کشورهای خلیج بزرگ شدم، تو میخوای منو بکشی عباسی؟ خودم میکشم. خاطر سر صدا کردی که همه رو کشوندی اینجا. سر نزن که مثل سگ میکشم. حادثم شترت این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس. چیکار کردیم خودتون؟ الو؟ یعنی چی؟ تو چه غلطی میکردی پس اونجا؟ من تو نه ای وای بر من. وكما ذكرنا في بداية هذه النشرة أن الشيخ هلال بن حمد الابن البكر للشيخ حمد بن مساعد العزيز قد سقط قتيلا جراء عملية اغتيال وحشية مباشرة فقبل بضعة ساعات من الآن في نادي أطلانتس بمدينة دبي. وإليكم مشاهد مصورة من خلال التقرير التالي، مع تأكيد أن هنالك مشاهد مؤسفة قد تؤثر على بعض المشاهدين. في الساعة 1:15 من عصر هذا اليوم، ومن خلال التحقيقات الأولية التي أجريت بهذا الصدد، قام شخص يحمل الجنسية الإيرانية باستهداف واغتيال الشيخ هلال بن حمد آل عزيز في نادي أطلانتيس بدبي. ويبدو من خلال الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة إن الشخص المهاجم قام بالتخطيط للعملية مسبقا، وإنه كان يملك الوقت الكافي لتنفيذ عملية الاغتيال. وتشير المعلومات إلى أن القاتل الذي يحمل الجنسية الإيرانية يدعى موسى سرك. وتؤكد كاميرات المراقبة أن القوات الأمنية وبعد التعرف على منفذ العملية تمكنت من قتله خلال هروبه من مكان تنفيذ العملية المذكورة. وإن المساعي مستمرة للتعرف على بقية العناصر المشاركة. خوب نگاه کنید. خوب این صحنه رو ببینید. اون بیرون رو به همه بگید. این عاقبت کسیه که بخواد دخترای ما رو بازی توی خودش کنه. خوب ببینید. بریم برای همه تعریف کنیم. بریم برای همه تعریف کنیم. خوبه؟ بازی؟ رفتیم بیرون و من میگم بگیم. بگیم اگر کسی به حال از این غلطا با دختر اینجوری بکنه توی خونه خودش روش میکنیم. بریم برای همه تعریف کنیم. به هر کی دیدید بگید. دخترها
يذكر أن الشيخ حمد بن مساعد العزيز هو من كبار تجار المجوهرات وخاصة الألماس في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وبينما كان القاتل يقف بجانب الجنازة كان يلوح بصورة فتاة إيرانية نحو الناس وكاميرات الهواتف المتصلة به وينادي بأعلى صوته قائلا: بناتنا لسنا لعبة تلعبون بها، تذكروا ولا تنسوا هذا اليوم وهذا المشهد. الصورة الموجودة عليه هذا الشخص تعود کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره، چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره، محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره، کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم، کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم، قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم، دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم. جوونیمو سفر کردم که از تو دور شم یک دم، منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامم، شبیه یک سفرنامه، کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره، چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره، محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره، کجا باید برم